سلام بچه‌ها، من شیلا هستم. خیلی خوشحالم که الان دارید کانال من و ویدیوی من رو نگاه میکنید. امروز اومدیم با هم یه جای خیلی زیبا اسمش فلبرگ نزدیک فرانکفورت. کاملا روی کوه توی ارتفاع هستیم و اینجا یه سری سرگرمی‌ها مثل هتل و فضای بازی برای بچه‌ها و رستوران و مسیر پیاده‌روی خیلی خوشگل داره که می‌ریم با هم بگردیم. یه دفعه پیش ما اومدیم که سگ پر نمیزن. سگ پر نمیزن. الان سگ خیلی پر میزن. چه خوشگل برف داره آب میشه. حالتون چطوره؟ خوبی؟ خیلی خوش اومدید به کانال من شیلا هستم و امروز قراره با هم بریم به یه در واقع اسمش چی میشه؟ فلبرگ فرانکفورت که در واقع یه کوه خیلی بزرگه که بالای منظره خیلی زیبایی شما دارید به شهر فرانکفورت و حالا یه رستوران کافیش هم خیلی کوچولو توضیح مانند داره و خیلی جای سرسبز و خوشگلیه. میریم با هم اونجا رو بهتون نشون میدم و یه خورده با هم میگردیم. گچت کی میتونه اندازه ما دیوونه باشه که تو این هوای سرد بستنی بخوره، ولی بستنیش خیلی خوشمزه است. بستنی رافائلو شکلاتش هم از خیلی معروفه با طعم نارگیل هم بخورش. خیلی خوشمزه است. خیلی شما هم طعم نارگیلی دوست داریم بچه‌ها؟ من هر چیزی که توش نارگیل باشه خیلی دوست دارم. شکلات، بستنی، حتی روغن نارگیل عالیه. این طرف رودخونه است بچه‌ها. بچه‌ها رسیدیم به یه جای خیلی خوشگل. مسیر راهمونه گفتیم نگه داریم به خود فیلم بگیریم و لذت ببریم. چه هوای سرد بسته. کشتی هم هست. همون نمیشه هرچی میخورمش. همیشه برنامه فارسی هم نمیدونم
هم میذارن دوربین کنترل سرعت اپش نصبه و همه صداش میاد. بس یعنی خودی بروی سن قشنگ صدا میگرفتش. بچه ها مسیرش خیلی خوشگله، خیلی قشنگه، همش جنگله و بعدی که این نور خورشید میزنه از لابلای درخت‌ها خیلی رویاییه. آره الان هم داریم یه سربالایی میریم شده میریم روی کوه بهتون نشون بدم ببینید چقدر خیلی خوشگله. به نسبت دفعه پیش که اومدیم خیلی شلوغ‌تره. ببینید که این درختای به این بلندی ما الان بالای این هست. چقدر ارتفاع گرفتیم اومدیم بالا. الان که امروز با لباس تابستونی تر اومدم و آفتاب در اومده من عاشق ترکیب برف با این درختام. این زیباتر از این نمیشه. اینطوری خورشیدم بزنه یه چیز قشنگه. چقدر شلوغه. ببینید بچه ها تا جایی که چیش کار میکنه ماشین پارک کرده. بچه ها رسیدیم الان دنبال جای پارکی پارک بکنیم و بریم پایین بگردیم ولی خیلی شلوغه بچه ها. بچه ها رسیدیم دیگه داریم پیاده راه میریم اینجا یک کیوسکه چند چیزی بفروشن باید صدا شلوغه. اینجا هتل و کافه است، رستوران با یه منظره خیلی خوشگل که قشنگ رو به کوه. زمین نخوردیم. بچه این تعریف‌های کوچیکی راجع به اینجا بهتون بگم اینه که اینجا تو سال 1868 مثل یک دوست کوهنورد بودن که اومدن در افرایپور اومدن اینجا و اینکه اینجا رو کشف کردن که اینجا قلعه فدبک اسمشه و اینجا رو تبدیل کردن به این مسیر برای پیاده روی که شروع شد برای پیاده روی توی آلمان و در واقع خانم انجام پیاده روی از اینجا توی فرانکفورت شروع شده که به قلعه فدبک معروفه و اینجا خود در واقع چیزایی داره که روی یعنی استفاده کنیم. مثلا توی بورد اینجا شما میتونید جشن چیزی اگه داریم برگزار بکنیم، رستوران داره، هتل، کافی شاپ و مسیر برای بچه‌ها. چطورم بچه‌ها؟ بهم میاد؟ خوب شد آوردم حداقل برف اومده با این کلاه یه خورده به تیم اینجا میخوره دیگه. بریم بگردیم خیلی قشنگه اینجا. بچه پایین رو ببینید اونجا شهره یا حالا یه منطقه شهره و ببینید که ما الان چقدر تو ارتفاع هستیم. ولی پله داره مسیرش، راحت ولی ویوش خیلی قشنگه. میتونیم بریم پایین.
نه نمیفته. خب بچه ما الان از قسمت بالا اومدیم پایین. کلا یه شهر، یه منطقه شهر که ببینیمش خیلی آرامش بخشه اینجا. نمیدونم کسی که الان زندگی میکنن و این نزدیک فرانکفورت تا حالا اینجا اومدین، اگه اومدین حتی برای من تو کامنت بنویسید که شما حس خوب تجربه کردید مثل من یا نه. اینجا ویو شهر. بریم یه خورده دورش پیاده روی کنیم و بریم بشینیم یه چیزی بخوریم دیگه. راجعه استفاده ببینیم چطور بهم میاد مناسب این مکان هست یا نه. خودم که خیلی رو هست اینجا فکر کنم جای اصلیه که همه میرن عکس میگیرن. قشنگ روی سنگ و روی کوه چقدر جلوه. بچه یه چیز خیلی که من راجع به آلمانی دوست دارم که هر چقدر سن سالشون بالا باشه همیشه ورزش میکنم. پیاده روی، دوچرخه سواری، چند تا چیز خیلی مهمه که همیشه دارم و این خیلی لذت بخشه. میبینی که واقعا خانم مثلا الان میگم کم کمش حداقل 55 سالش بود، اندام مناسبه و قشنگ لباسای مناسب در حال درش بود. اینا هم دارن فیلم میگیرن دست کنه. اینجا تقریبا شبیه بام تهرانه. اینجوری صندلی داره بالاش، بالای کوه میشینی خیلی ویو شهر قشنگ میشه توی شهر. چطوری رفتن اون بالا؟ عکس میگیرن؟ کلی عکسای خوشگلی گرفتیم بچه ها. دیگه قشنگ یخ زدم، انگشتم چه قرمز شده، خیلی یخ زدم. بریم دورش بچرخیم بعدم بریم یه چیزی بخوریم گرم بشیم. منم بالاخره اینجا برف دیدم. اینجا بیام برف بشم. همه دارم یه جیب آدم میام با به خاطر ویدیو یوتیوب خواستیم دوست سلبریتی نشدم. تقریبا همین لحظه‌ای که من انقدر فارسی بلند صحبت کردم کسی که دوست دارم بودن دیگه چه داریم دکتر صورتش خیلی خوش بچه غذای ما رسید. این یه دونه سوپ ها سوپ بهش میگن، یه سوپ خونگی که حالا با رسیپت خودشون باشه. سالاد خیلی خوشمزه. اینجا هم اشنیتزل با گوشت گاو و پومس و نوشیدنی. خوشمزه خیلی خوشمزه بچه.
واقعا ارزشش رو داشت. قیمت سوپش 7 یورو 90 سنت و قیمت اشنیتزلش 30 یورو. 30 یورو خیلی گرونه ولی میارزه. خوشمزه. سالادش هم خیلی خوشمزه. این سالاد عادی نیست. داخلش کلی روغن و ادویه هست. روغن مخصوصه. بچه اشنیتزلش رو من اشنیتزل مشتری گاز دارم سام نشنیدم خودشم یک زیاد دارد میدم خوشمزه است. خوبه. ترجیح میشه گوشت مرغ برای اشنیتزل. بچه‌ها اینجا مسیر راه یه جا نگه داشتیم تو دل جنگله. نمی خود اینجا راه ویدیو بگیریم. یه سری جنگله هستن بچه توی آلمان که بهش میگن اشوارتسوالد، یعنی جنگله سیاه، جنگله که پوشیده از درخته و یعنی در واقع تراکم درختاش خیلی زیاده. به جنگله ترسناک هم معروفه مثل تیبن نتایی. من میگم تقریبا این شبیه صدای که چشم میکنه درخت و دور درختاش هم همه از سودنی کاج خیلی بلند. یا مسیر پیاده رویه یا پیاده میرن و به دست سواری میکنن. بچه بهم بگین که توی کامنت بنویسید توی امتو دوست داشتین یا نه. من که خودم خیلی لذت بردم. خیلی جای قشنگیه، آرامش بخشه به شدت. یه خورده رستورانش اینا حس اون وایب سنتی و لاکچینیش هم داره که خودش خیلی ازش هم واقعا خوشمزه. خیلی ممنونم که ویدیو من تماشا کردید و سابسکرایب کنید. شیل از ادونچر و به بقیه دوستاتون هم خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعد